متاسفانه یک شکایت زیاد موارد استادایی هم در این مورد شکایت میکرد، از ما هم شکایت میکرد، از جوانا هم شکایت میکرد که کسانی که دعوای منهج صحیح سلف را دارن دو خطای بسیار کلان دیگه هم دارن. یک خطای دیگهشون در مسائل اخلاقی است. واقعیت گپی است که بعضی از جوانان ما همت مردمان خشکی است که بسیار ترسیده آدم برشان سلام میده. شما را به الله قسم صحابه امیر رقم بودن؟ اخلاق صحابه را نشنیدن مگر؟ حیای صحابه، سخاوتمندی صحابه، تواضع صحابه، خوشبرخوردی صحابه، ایثار و گذشتی که صحابه در میان یکدیگر داشتن، اینا را نشنیدین؟ برین مطالعه بکنیم اگر نشنیدین. وظیفه ما همی هست، چون گفتیم منهج سلف تنها در یک دو مورد خلاصه نمیشه. منهج اخلاقی سلف را هم باید بدانیم، منهج اخلاقی صحابه را هم باید بدانیم، چیزی که ازش محرومه. یک مورد مهم دیگه ای که به نام دعوت با مردم جنگ میکنیم، به نام دعوت با مردم جنگ میکنیم، دو میزنیمشون، خوب صحیح فتوای کفر سرشون میدیم، فتوای من فهم هر فتوایی که خوش آمد از ظلم و فسق و مبتدع و تکفیر گرفته خلاص چرا این کارو میکنی؟ باشیم ما دعوتش کردیم. به من هم میگن، در حالی که دعوت حکم شرعی است. یک حکم شرعی مثل نماز باید بخونیم. چی رقم نماز بخونیم؟ وقتی اقیم الصلاة میگه رسول الله میگه صلوا کما رأیتمونی اصلی، قیام، رکوع، سجده. دعوت حکم است. روش اجرای حکم الله به تو نمانده که هر بدی که کردی بکو بازنامش بان دعوت. قاعده گذاشته ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هی احسن. این روش دعوت است. اگر کسی این سه مورد نمیفهمه خود دعوت نکنه، چون وظیفش اول رقمی که شما میخواین نماز بخونید اول باید روش نماز رو بفهمید تا نماز بخونید. وقتی میخواین دعوت بکنید اول باید روش دعوت رو بفهمید. ادع الی سبیل ربک، به سبیل پروردگار دعوت کن، نه به کدام نفر خاصی، نه به کدام حزب خاصی، نه به کدام گروه خاصی، نه به کدام ملای خاصی. الی سبیل ربک به چی؟ بالحکمه. حکمت چیست؟ یک دید حق پنهان میکنن چی میکنیم؟ والله حکمت میکنیم. حکمت نیست. پنهان کردن حق حکمت نیست. بیان کردن صحیح و درست حق حکمت است. چون انبیای الهی حکیم ترین مردم بودن. چی میکردن؟ حق بود میکردن. حق میگفتن. خب میفهمیدن که با کدام روش حق بیان بکنیم. روش درست بیان حق را فهمیدن حکمت است. بالحکمت والموعظة الحسنه، با موعظه حسنه. موعظه حسنه چیست؟ یعنی که تو وقتی یک نفر را به طرف دین الله دعوت میکنی، او این حس برای از او انتقال بده که تو خیرخواهیش میکنی، نه که تو آمدی با او جنگ کنی. این حس برای از او انتقال نده که تو آمدی او را تحقیر کنی. خیلی وقتا جوانای ما میکارا میکنن بدون مقدمه، میآید سر یک نفر خوب عقده درون خود خالی میکنه، باز میگه ما دعوتش کردم دیگه، دعوت قبول نکرد، باره خلاص. اما دعوت قبول نکرد، رفت گمراه است، نفهم بدعتی است که مشرک است. هر چی برش گفتم آیات و حدیث برش خواندم قبول نکرد. تو آیات و حدیث صحیح برش بخوان، موعظه حسنه را داشته باش. اگر گپتان به مجادله کشید چی؟ و جادلهم بالتی هی احسن، به نیکوترین شیوه کدش مجادله کن. به شیوه نیکو نه، به نیکوترین شیوه مجادله کن. شیوه مجادله نیکو چیست؟ دو زدن، قال مقال کردن. امی اگه کسی امت یک تفسیر از این قسمت از قرآن راه بکنه، شاید تفسیر جدید باشه که در تاریخ امت نظیر نداره. مجادله بالتی هی احسن تو نیست.